سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان. کار ساخت یک راهرو در امتداد دریای کابل در سایه پل مهدی مربوط گذر 9 سوم از سوی شرولی کابل با همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یونپس آغاز شد. این راهرو به طول مجموعی 200 متر با عرض 2.4 متر به شکل کنکریت ساخته می شود که از طریق این پروژه زمینه کار به شمار از باشندگان محل فراهم شده است و همچنان با عبور و مرور باشندگان محل سهولت‌های متعدد اجتماعی و شهری فراهم می شود. که از خوبی‌های از این پروژه همی است که به خاطر کاریابی و اشتغال زایی برای مردم محل است. ما فعلا در این فاز کار ما چون یک بخش کوچکش است، در اینجا ما در حدود 50 نفر کارگر داریم که 5 نفر از یا از طبقه اوناس است و متباقی از ذکور است و تمام کارات توسط کارگر محلی که از خود محل گذر است انجام میشه. گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان. تخمونه مو کرلی د ورورۍ او دیوالۍ راشن بشي زرغون با بیا په خاوره میړنۍ دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان. کار ساختمان یک سرک فرعی در ساحات کوهی پل آرتل، مسجد امام باقر، عقب شفاخانه ابن سینا و باغ قاضی در مربوطات ناحیه اول و هفتم تکمیل و امروز توسط دیپلم انجینیر میررحمان ناصری رئیس تنظیم برنامه‌ها و پروژه های شرولی کابل در حالی که مسئولان نواحی و باشندگان محل حضور داشتند به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم رئیس تنظیم برنامه‌ها و پروژه های شرولی کابل گفت که این سرک از سوی شرولی کابل به همکاری اداره خدمات پروژوی سازمان ملل متحد یونپس در 3 نقطه به طول مجموعی 580 متر با عرض 4 متر که شامل ساخت آبروها، پلچک‌ها، دیوارهای استنادی و کاتارها بوده به شکل پخته و اساسی تا مدت 6 ماه ساخته شده است. با استفاده از این سرک ازدحام ترافیکی ساحه سینما پامیر کاهش یافته و همچنان شهروندان ساحه متذکره به سهولت‌های بهتر ترانسپورتی و اجتماعی دست خواهند یافت و افزود که رهبری شرولی کابل در ساحات محروم از تسهیلات شهری توجه دارد. در آینده پروژه‌های مشابه در نقاط مختلف سطح شهر اجرا می شود. مونږ کوشش کوو چې د کابل ښار په معیاري او اساسي توګه جوړ شي او د دې لپاره زموږ مشران انجینر صاحبان او مسؤلین شپه ورځ کوشش کوي ترڅو د کابل ښار په مختلفو نقطو کې یعنی مونږ چې پروژې تطبیقو متوازن انکشاف په نظر کې نیسو د عادل په اساس په مساوي ډول د کابل ښار په مختلفو نقطو کې مونږ پروژه تطبیقو. در همین حال باشندگان محل از برنامه‌ها و پلان‌های شرولی کابل اعلام حمایت نموده از ساخت این سرک ابراز خرسندی و تشکری نمودند. د جهل تورش پوتا سپین سهار برا سرګن کړو شاهین خزانو ته مست بهار برا سرګن کړو شاهین خزانو ته مست بهار برا سرګن کړو ولتن بکړو ایمان بکړو ځان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان. با اساس شکایات دریافتی شهروندان مسئولان ریاست تنظیم مارکت‌های شرولی کابل برای جلوگیری از احتکار و کنترل قیام مواد اولیه یک سوپرمارکت را در جاده دارالمان به بررسی و نظارت گرفت. انجینیر عصمت الله انصار معاون ریاست تنظیم مارکت‌های شرولی کابل گفت که به مالک سوپرمارکت توصیه داده شده در صورت خلاف ورزی مکرر از نرخنامه تعیین شده با برخورد جدی قانونی روبرو خواهد شد. لازم است تا کسبکاران و دکانداران انصاف را مد نظر بگیرند و فروشات آنان باید مطابق نرخنامه شرولی کابل باشد. همچنان توقع می‌رود تا عموم شهروندان برای نهادی نشدن استفاده از نرخنامه‌های ترتیب شده جهت قانونمندسازی زندگی شهری با مسئولان شرولی کابل همکاری نمایند. از قبل به تمامی اصناف و دکانداران تفهیم شده است تا نرخنامه را در چشم دید مشتریان خویش نصب نموده و مطابق آن فروشات نمایند. جوړ بکړو سنگار با کړو تاریخ ته په زرینو
آرام بکړو حساب بکړو جانان افغانستان آرام بکړو حساب بکړو جانان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان تخمنا مو کرلی دوروري او دیوالی راشن بشي زرغون با بیا په خاور میړنی دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو رنگامیزی کتاره‌های گلدان سرک سیلو از پل هوایی کوته‌سنگی میرویس میدان به استقامت سه‌راهی کارتیمومورین جریان دارد. در این کار علاوه از پرسنل نواحی سوم و پنجم شمار از اهالی نیز سهم گرفتند تا به زیبایی ساحه افزوده شده و از جانب دیگر به ترافیک این سرک نظم بهتر بخشیده شود. زیرساخت‌های ترافیکی و ایجاد زیبایی شهری یکی از مسئولیت‌های مشترک شورولی کابل و شهروندان بوده که اخیراً در نقاط مختلف سطح شهر به آن توجه صورت گرفته است. خاطر زیبایی سطح شهر همی گلدان سرک سیلو را رنگامیزی شروع کردیم با همکاری اهالی ناحیه سوم. شهروندان عزیز خواهشمندیم که در حفظ و نگهداری همی کتارهایی که رنگکاری میشه دیگه کوشش باشن و مراقبت کنن. محکم بکړو وصال بکړو ایمان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان